ما یه ماشینی داریم ضد سرقته، فقط هم با اثر انگشت باز میشه یا اینکه ماشین چپ میشه. حالا یه دزدی اومده این ماشین رو دزدیده، به نظر شما چجوری بازش کرده؟ شماها بگید که اینجایید. انگشت صاحب ماشین رو قطع کرده بود. شاید ماشین رو چپ کرده. ماشین رو چپ کرده. دیگه چی؟ دزدش دزد نبوده. دزدش دزد نبوده؟ در ماشین باز بوده، نشسته رفته دیگه. خدا مبارک. دستشو کرده تو قفل ماشین، کیر کرده باز شد. دزد خودی بوده، اثر انگشت داشته. ماشین پلاستیکی بوده. سلام، اینجا میز کتاب کدومه و من فاطمه اسکندری یگانه دبیر بخش کتاب کدومه. امروز با یه کتاب میشه گفت تعاملی اما نه برای کودک، برای نوجوان اومدم پیشتون. خیلی نمیشه گفت معرفی کتابه، یه ذره بهش نقد داریم. حتما معمای اول کلیپو شنیدید و احتمالاً کنجکاوید که بدونید جوابش چی میشه. خب من میرم اول جواب اون معما رو از توی کتاب میگم. به گفته راننده روی سقف ماشین پتویی انداخته و از پشت بام محلی که ماشین زیر آن پارک بوده با دوست سنگین وزنش دوتایی روی سقف پریده بودن. به این ترتیب درهای ماشین باز شده بود. نه، من از شما میپرسم چند درصد احتمال داری یه همچین جوابی به ذهن شما برسه؟ این کتاب با عنوان کارگاه از کجا فهمید از نشر قدیانی یک کتابیه پر از معما در قالب داستان‌هایی مطرح شده که خب تعدادش کم هم نیست. تک و توک داستان‌هایی توش هست که میشه گفت جالبه، جواب‌های جالبی داره و خب با فکر کردن میتونید به جواب برسید یا نه حداقل یه منطقی پشتشه. مثل این اینقدر بی منطق نیست، ولی خب بیشتر داستان‌ها یک همچین حالتی دارن که من نمونهشو گفتم. جدای از اون یه نکته مهمی هم که داره اینه که بیشتر هول و هوش موضوعات منفی میگرده، مثل دزدی، مثل حالا کلاهبرداری و چیزهای اینچنینی، تقلب. و با اینکه مخاطب نوجوانه و عنوان کتاب هم اینه که کارگاه از کجا فهمید و احتمالاً داره مخاطب رو در مقام یک کارگاه قرار میده، اما به هر حال نوجوان ممکنه که تحت تاثیر بعضی داستانا قرار بگیره. یه سری چیزایی که این تو مثلا روش هایی که حالا اون دزده یا اون متقلب یا اون کلاهبردار به کار برده رو بعضی نوجوان ها ازش یاد بگیرن، بخوان استفاده کنن. من شخصا کنجکاو شدم برم از یه ارتفاعی بپرم روی یه ماشینی ببینم قفلش باز میشه یا نه. در نتیجه به عنوان یه کتاب تعاملی این کتاب ایده خوبی داشته، اما محتوا خیلی محتوای 100% خوبی نیست، مگر اینکه نوجوان به اون حد از بلوغ رسیده باشه، تحت تاثیر روش‌های غلطی که این کتاب به نوعی آموزش داده قرار نگیره و نخواد بره یه سری چیزا رو امتحان کنه. نکته دیگه ندارم، همین.